دقیقاً آستانه حیاتی تغییر رو میگی. از زیست مثال بزن. خب ما سرطان هم همین جوریه. مثلا طرف میره دکتر، خدای نکرده سرطان داره، دکتر میگه ای کاش زودتر مراجعه میکردی، چون اون پشت سرطان داشته کارشو انجام میداده اما خودشو نشون نمیداده. تلاش‌های ما هم همین جوریه. گاهی ما تلاش میکنیم اما اثرش تا یه حدی نرسیده خودشو نشون نمیده. این یه جمله‌ای هم گفتین در مورد که جامعه چه واکنشی نسبت به بافت بچه‌ام نشون میده. می‌خواستم بگم که عوامل خیلی زیادی غیر از تلاش هم مؤثر هستن. شایسته سالار تا اینجا هیچ کجای دنیا نبود. اصلا یه نکته بگم، شما خودتو با شیر مقایسه میکنی از نظر قدرت، با زرافه مقایسه میکنی از نظر قد و قامت. چون که متفاوتیم، فرق. ما انسان هم همینیم به خدا. ما فرق داریم، ژنتیکمون فرق داره، محیطی که توش بزرگ شدیم فرق داره، خانوادهمون فرق داره، خیلی چیزامون متفاوته. انقدر مقایسه نکنیم همدیگه رو با هم دیگه. درسته مقایسه ما اینجوری تکامل یافتیم که ناخودآگاه با هم دیگه مقایسه میکنیم، اما این مقایسه رو جدی نگیریم انقدر. مثلا من و خواهرم توی خانواده بزرگ شدیم ولی ایشون رتبه تک رقمی نیاوردن. ولی این به این معنی نیست که من برتر هستم. من تو این مسابقه فقط بهتر بودم. شاید تو مسابقه‌های دیگه که تو زندگی ایشون بهتر از من باشه. ببین الان شما نخبه هستید، در این شکی نیست، اما من یه چیزی میخوام بگم. اون مکانیکی که با شنیدن صدای یک موتور ایرادش رو حدس میزنه و شروع به کالبد شکافی ماشین میکنه هم یه نخبه است. فقط ما به اشتباه اون رو نخبه نمیدونیم. حالا دقت کنیم، حرفای جالبی دارم برات.